دریچه واژن رو یه دونه به اصطلاح عقربه ساعت در نظر بگیریم، دریچه واژن رو 10 عموما هم انسان ها هم حیوان ها شب میزان، یعنی باید دست بره داخل رحم اینو بچرخونیمش بیاد مثلا با دست بیاد بیرون، با دست رو میکنه. الان دیگه یواش یواش بلند میشه و شیر مامانشو میخوره و شنگل منگل میشه میاد بیرون. یه مقدار ببین نکن 6 کیلو هست، آره 5-6 کیلو هست. یکی از کارهای مهمی که ما باید به دنیا اومدن باید حتما نافشو صحنه بسیار جالب و چی یعنی؟ چیزی نیست. مبارک. نه مامان شدن بره. یه دونه بود؟ تو کام یه دونه ساله؟ البته کش چیزا؟ درشت نمیدونم، حالا باید ببینیم. این فکر کنم یکی دیگه داره، شکمش زده پایینش سر زمان باید ماشاءالله. چیز میکنیم درشته نژاد روشا احتمالا این 6 کیلو هست، آره 5-6 کیلو هست. حدود 5 خورده 6 کیلو هست. ماشاءالله. من تک سلام. این دیگه الان نگاه کن، حرکات یه غیر معمول نداره مادر. این چسبیده به خوش کردن برش و اینه یه مقدار بیقراره میکرد. چه نهری کشید؟ سلام جیگر. میشه نهری کشید در اومدنی سختی نداشتیم. ما نزایدیم نمیدیم چه دایده. هر یاره بگیم کار میزاد. این راحت ترینه. بعضی اینقدر سخت میدن. این که تک سایدش اون برم اینم روشا بودن، اینه که رومنم. اینم زایمانای چند روز اخیرمونه. این 2 تا بچه هاشن، اون یه دونه، این یه دونه جیگر چسبیده. خیلی خوبه، داره شیر میخوره، خوابش برده واقعا شیر خورده. اونم یکیش 2 تا، یه دونه هم یکی، یعنی 1 2 3 4 5 تا 1 2 3 4 5 6 7 تا بردست. 35 تا اونجا تو نوبت زایمانم. میدونم که تازه زایید دوستامون دارن فیلم میگیرن. نژاد شالرومانوف روشا، چند قلوزه ژنتیکی، سالی تقریبا اینن 2 تا در طول 1 سال 12 ماه. تو هر دوره زایش میانگین 100 تا 180 تا بره میدن. در طول 1 سال 12 ماه 220 تا بره میشه تقریبا. چیه؟ جیگر
نیم ساعت تقریبا نیست. میگم مامان مهربون بچه‌شو لیست میزنه. بلند شو دیگه. این لیست زدن من خیلی خوبه. باعث روی گردش خونش بیشتر بشه. من شما مثلا حتما من علف هم بریزیم رو کاه بریزیم رو یه ترتمیزه دیگه. این باعث میشه که گردش خونش بره بالا. پا نزن کاری ندارم با تو. چیکارت دارم؟ بچه خودت مبارک باشه. مثلا شما زبون اینو دست بزنی این اسکاچ. این بره وقتی به دنیا میاد شما مهندس بره وقتی که به دنیا میاد شما یکی از کارهایی که باید بکنی نگاه کن ببینی این به اصطلاح این کف سمش به طرف پایینه. خب اگه اینجوری باشه معلومه پای دست نیست. خب اینجوری باشه معلومه پای دست نیست. زایمان هم سخت میشه. بعض موقع هستش تازه نه اینه نه اینه. خب بعد ما نه اینه نه اینه. مثلا فرض کن از دم داره میاد بیرون. شرایط یه جور قرار گرفته با دمه. اگر یا از دست باشه که خیلی کار ما آسونه. طبیعیه دیگه. مثلا این جام نشیم ایون زایمان میکنه. البته کمکش کنیم خب خیلی بهتره. ولی اگر با پا بیاد شرایط زایمان سخت میشه. اگر با دم بیاد حتما باید بچرخونی. یعنی باید دست بره داخل رحم اینو بچرخونیمش بیاد مثلا با دست بیاد بیرون با دست و کله بیاد بیرون. یا حالا که گفتیم واژن باید به اون سخزای شکم اوله. خب اون سخزای شکم اوله که معمولا اگر ما واژن دریچه واژن یه دونه به اصطلاح عقربه ساعت در نظر بگیریم دریچه واژن 10 و 2 و 6 اینو یه چند سام باید با تیغ ببریم. خب دریچه واژن رو باید میشو ببریم برره بکشیم بیرون. دیگه اون موقع دیگه چاره ای نیست. یعنی دیگه اگر غفلت کنیم هم مامانت دست میره هم بچهش. اینی که حتما باید این کار انجام بشه. بعد به اصطلاح دامپزشک بگیم بیاد اینو به اصطلاح بخیه بزنه. نه الان هیچ حالت دیگه ای نداره. این احتمالاً اگر بره دیگه ای داشت به اصطلاح حالت چیزش نرمال نبود. کی بهش آغوز میدی؟ چند روز این بوکسه میمونه؟ این توی به اصطلاح ما الان آغوزش رو بهترین راه اینه که یه مقدار این به اصطلاح کارتشون رو هر کدوم رو چیز کنیم. یه مقدار بدوشیم. وایسا عزیزم وایسا ببینم. وایسا عزیزم وایسا. اینجوری میدوشیم که اون چیز کهنه میاد بیرون. یه مقدار ببین نگاه کن. هر کدوم یه بار یه ذره میدوشیم به این شکل. وایسا تمام شد. بقیه‌شو بچه‌ش دیگه یواش یواش خودش بلند میشه. البته تو این دما اگر پایین تر باشه دما پایین باشه بره اذیت میشه. باید سریع ما کمک کنیم مثلا آغوزو بدوشیم توی شیشه شیر خودمون بدیم. خودمون که بدیم حیوان دیگه جون میگیره. به سرما غلبه میکنه. الان آره هیچ مشکلی نداره. سرد باشه آره به خاطر همین توی گله ها مهندس گله های یا به خاطر همین توی گله ها به ویژه بزرگتر حتما یه شبگرد میگیرن. یعنی چی؟ یعنی ساعت 10 11 12 شب دیگه میاد پست اون تحویل میگیره. کارگر که نمیتونه شب بیدار بمونه. باید بره استراحت کنه دیگه. میاد شبگرد پست رو تحویل میگیره. کارش اینه که هر 10 دقیقه یه بار میره گله رو میچرخه ببین زایمان داره یا نه. اگر داره معمولا زایمان میکنه میبره توش کجا؟ مثلا یه جایی که گرم‌تره بره رو یا مامانه رو. توجه کردی؟ و کمک میکنه هم به زایمانش کمک میکنه هم به اصطلاح آغوزش کمک میکنه حتما بخوره. این الان مشکل نداره. این الان مثلا یه نیم ساعت یه ساعت دیگه الان یواش یواش داره دستپا میزنه بلند شه. توجه میکنه الان دیگه یواش یواش بلند میشه و شیر مامانشو میخوره و شنگول منگول میشه.
آره البته ما یه سری دارو هم داریم مهندس، باید بهشون بدیم. توجه میکنی؟ سری دارو هست مقدمتا باید بهشون بدیم. پاشو ببینم. پاشو عزیزم پاشو. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. شکم چنده میشه؟ دوم آره؟ این آره فکر کنم دومش باشه. دیگه وایسا. توی بوکس چند روز میمونه؟ تو بوکس 2 روز 3 روز. ببینید چون یه قلو باشه زودتر میبریم دیگه، چون تکه دنگ و فنگش کمتره. بذار برم مثلا اسپت چیزم بیارم بزنم. فطری نگاه کن دنبال پسون مادر. ببین این یکی از کارهای مهمی که ما باید بکنیم مهندس اینه که حیوان به دنیا میاد حتما به حتما نافش رو چیز اتفاقی کنیم. یکی از کارهای مهمی که ما باید به دنیا اومدن باید حتما نافش رو به وسیله مواد ضد عفونی کننده ضد عفونی کنیم. این خیلی واجبه. چرا؟ چون عفونت از این محل وارد حیوان دیگه اجازه نمیده بشه. این هم زود خوش میشه هم ضد عفونی میشه. این اوتیسیه، مثل بتادینه. چون به خاطر اینکه میگم باید توی زمستون بهش بدیم، یه وقت طلایی داره دیگه. توی این وقت طلایی باید غذا رو بخوره جون بگیره. اگر نخوره به قول من دیگه آب روغن قاطی میکنه دیگه. شما غذا هم بهش بدید دیگه چی؟ این وقت طلایی از دست دادی، اصلا دیگه بر نمیگرده. توجه میکنی؟ دیگه بر نمیگرده. یعنی باید حتما و حتما توی تایم خاص به اصطلاح شیرشو بخوره. نخوره دیگه آب روغن قاطی میکنه دیگه بر نمیگرده. اینه که اهمیت شبگرد اینجا معلوم میکنه. شبگرد کارش چیه؟ شبگرد اینه که بگرده، زایمانا رو کنترل کنه، گوسفند یه جا گیر نکنه، گیر کرد در بیاره. نمیدونم یه مشکلی ما خدا نکنه مثلا گوسفندی مریض رو به قبله است دیگه مجبور میشه بسپاره به چاقو، حرام نش حلالش کنه. وظایف خیلی زیادی داره دیگه، خیلی هم اهمیت داره. بعد متاسفانه عموما هم انسان ها هم حیوان ها شب میزان، اونم نصف شب بباد. عموما اینجوریه. مثلا نمونه از دیشب این استثناء خواست شما فیلم بگیری میدونست برای تنظیم کرده برای فیلم. آره دیگه عاقلن دیگه. خیلی عاقل. آره این میدونست که شما تجربه آوردید فیلم میخوایم بگیرید وایساد نگه داشت توی دیگه. ببین آخرین دقایق می‌خواستیم برید این کاری کرد دیگه. بس ببین خیلی اون عاقل. آره علت این که میگیم مثلا روشا خوبه چی مهندس فکر کردی؟ یکیش اینه دیگه. خاطر همین یکیش عاقلن دیگه، میدونن چیکار باید بکنن. عاقلش اینه خنگاشه.